سلام باربک، چه خبر؟ اومدم با یه ویدیوی دیگه بس معرفی تایتان ها، معرفی 9 تایتان اربا تایتان ها که الان اومدن 2 تایتان ها تو این ویدیو بهتون معرفی کنم که این تایتان آرواره. تایتان آرواره رو همتون میشناسید، یعنی شاید بیشترتون بشناسید. اونایی که نمیدونن این ویدیو رو براشون مناسبه. تایتان آرواره تایتان 5 متریه فکر کنم و قدرتش اینه که آروارهای خیلی محکمی داره. از این چنگولاش هم به عنوان یعنی جنس آروارشه و کلا صورتش و دندوناش هم که دقت کنه جنس آروارشه. چابک یا چالاک 5 متر قدشه و یعنی هر چیزی با آرواراش میتونه خورد کنه. حتی اون کریستالی که آنی لونهارد خودش داخل اون کریستال حبس کرده بود یا غول پتکی، راحت میتونه اونا رو خورد بکنه و قدرتش همینا و هم بهش میگن تایتان آرواره. و این یه عکسی که داشت غول پتکی و ایران داشت ازش استفاده میکرد در فصل 4 تا غول پتکی بخوره. این هم جای چنگولاشه، این جای چنگولاش هست که اینجا ایران فهمیده بود که این قابلیت رو داره. و حالا میریم سراغ غول عرابه. این غول قدرتش اینه که این فکر کنم 5 متره و عرابه، یعنی میتونه خیلی چیزا رو با خودش حمل کنه و کمک خوبیه. حتی جنگ هم نباشه میتونه کمک خیلی خوبی بکنه. یه قابلیت دیگهش اینه که چون همه شما میدونین که هر تایتان شیفتری 9 تایتان اصلی داریم که هر کدومش هم تایتان شیفتر بهشون میگن دیگه. خب این هر 9 تایتان اصلی بیشتر از 2 ساعت نمیتونن داخل قالب تایتانشون بمونن، یعنی چه بخوان چه نخوان 2 ساعت از قالب تایتانشون میان بیرون. یعنی تایتان عرابه اینجوری نیست، حداقل 6 ماه میتونه تو قالب تایتانی خودش باقی بمونه. بعد 6 ماه فکر کنم دیگه میاد بیرون، یعنی چه بخواد چه نخواد باید بیاد بیرون. و دهن بزرگی داره و این دقت دارید میکنید و بیشتر از 3 بار میتونه تبدیل به تایتان بشه. یعنی چی؟ یعنی هر تایتان شیفتری، هر تایتان 9 تایتان اصلی میتونن 3 بار تبدیل بشن. تایتان شیفتر میتونن 3 بار تبدیل بشن، بیشتر نمیتونن چون انرژی دیگه براشون باقی نمیمونه. ولی این تایتان اینجوری نیست، این تایتان حتی بیشتر از 3 بار میتونه تبدیل بشه. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چنل توی ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیویی که میذاریم با خبر بشین. کامنت هم بذارید، حداقل تو کامنت ها هیچی نمیذارید یه لایک بذارید و این ویدیو رو لایک کنید و همین دیگه. و این کارتون باعث میبرن انرژی میدین و تا ویدیوهای بیشتری بدم در ویدیوهای بعدی تایتانای دیگه. شما مثلا تو کامنت ها بگید که چه تایتانی ها معرفی کنم، این 2 تایتان. و الان میخوام تایتان آرواره و تایتان عرابه رو با هم دیگه مقایسه کنیم. ببینید البته تو این ویدیو من میخوام مقایسه بکنم، تو ویدیو بعدی هم مقایسه میکنم. تو این ویدیو این دوتا مقایسه میشه، یعنی میخوام ببینیم قدرت کدومشون بیشتره. تایتان عرابه که میدونید 6 ماه میتونه تو حالت تایتانی خودش بمونه، بیشتر از 3 بار میتونه تبدیل بشه و بار میتونه حمله کنن. تایتان آرواره بارواره که داره هر چیزی رو میتونه خورد کنه. درسته که بیشتر از 3 بار نمیتونه تبدیل شه ولی هر چیزی رو میتونه خورد کنه تو فیلم و تو انیمه و چابک هم هست. تایتان عرابه هم چابکه، فقط فرقشون اینا. نظر من رو بخواین تایتان آرواره قوی تره، چون چابکی که هر دوشون دارم، فقط این میتونه 6 ماه در حالت تایتانی خودش بمونه، بیشتر از 3 بار تبدیل بشه و بار هم کنه. ولی تایتان آرواره 3 بار میتونه تبدیل بشه. خب همه تایتان ها میتونن. آروارهاش هم جوری هست که بتونه هر چیزی رو خورد بکنه، هر چیزی رو. یعنی عملا دیگه اون کریستالایی که یعنی اگر اون پتک هم میتونه خورد کنه، چون
اون پوتک یا هر سلاح دیگه با از این کریستال ها درست میشه، با از این کریستال ها ساخته میشه. هر چیزی رو میتونه خورد کنه. از نظر من تایتان آروار قوی تره. حالا شما هم تو کامنت ها بنویسید که کدوم تایتان قوی تره و بین این دو کدوم قوی تره و نظرت خودتون تو کامنت ها بنویسید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.